شما بخیر دوستان، در این وقت فرصت ها ما با پیراهن وردری برمن به شما آخرین خبرهای ترانسفری این باشگاه آلمانی را خواهیم گفت. نخست از آن میگوییم که نبی کیتای لیورپول چون فوتبال باز آزاد به وردری برمن گزارش کرد و همچنین ماکسیمیلیان فیلیپس بازیگری است که با انجام مهلت اجاروی 30 یونی سال جاری میتواند به وولفسبورگ برگردد. از خود وردر برمن باشد نیکلاس فیولکروگ میتواند به فروش شود. از برای بازیگری که کارینا دعواگر است. این بازیگر یادآور میشویم که در سن 29 سالگی اولین مرتبه به منتخب آلمان دعوت گردید و در بوندسلیگا هم شامل دسته است. همچنین با 16 گل در برابر کریستوفر نکونکو از بهترین نشانزن بوندسلیگا دانسته شد و البته با داشتن چنین آمارها احتمال می رود که نیکلاس فیولکروگ در همین تابستان دسته وردری برمن را ترک خواهد کرد.